السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز خوش آمدین برای یک از برنامه‌های دیگر ما. باز هم من نیلوفر خیرخواه چینل پویا نیوز در خدمت شما هستم قرار دارم. دوستای عزیز ما امروز آمدیم به کارخانه جلغوزه پزی در شهر کابل. من در کنار خود آقای طلا محمد با خود دارم. در قدم نخست سلام احترامات تقدیمتان. نام طلا محمد. بسیار خوب. آقای طلا محمد میشه در مورد ازی بر بگویین که کارخانه تان مدت چند سال میشه که فعالیت میکنه؟ یه 2 سال میشه. 2 سال میشه فعالیت میکنه. میشه در مورد ازی بر بگویین که جلغوزه چه قسم پخته میشه؟ که جلغوزه خاص خام. باز یک 3 دفعه پخته میشه، باز 2 دفعه چی میشه؟ تاو میخوره، گرمش تاو میتیم، بزرگ بوجی میندازیم، باز 3 دفعه فرش شد، باز اخیری برمه در سوم دفعه. بسیار خوب. مدت چند دقیقه بیریون کردن جلغوزه در بر میگیره؟ تقریبا چیز بگید 35 دقیقه میگیره، 40 دقیقه. 35 الی 40 دقیقه. این جلغوزه از کدام ولایت افغانستان؟ یا ولایت پکتیا میباشه، از میشه لغمان میباشه، از پکتیکا، از اینجا از خوست، از اینجا میباشه. بسیار خوب. جلغوزه فی الحال کیلوی چند است؟ کیلوش سیما معلوم نیست، ولی واسش قیمت به ولی ارزان شده. ارزان اول 6000 پاشد پیش 10000 بود. بسیار خوب. آمد عید است بخیر. کارا زیاد شده یا کمتر؟ نه والا کارای ما کم شده دیگه، که از ما کار ما کم شده دیگه، که همیشه وقت همیشه خلاص شد، سیزنش ختم شد. خب بسیار خوب. روزانه چند نفر در این کارخانه کار میکنن؟ روزانه تقریبا 9 نفر هستیم. 9 نفر کار میباشین. از طرف شب اون کار میکنین؟ از طرف شب کار میکنیم، از طرف روز کار نمیکنیم. بسیار خوب. این جلغوزه بعد خارج از کشور هم صادر میشه؟ کجا؟ به کشورهای خارج. خارج زیاد میره، خارج زیاد میره، امریکا زیاد میره، چی میره، لندن میره، کانادا، اینجا کپل میره. بسیار خوب. تشکر از حضورتان. دوستای عزیز تا برنامه دیگر با یک گزارش جدید در خدمت شما هستم قرار میگیرم. شما را به علای مدار میسپارم. الله حافظ. ناصر.